بر اساس حکم دادگاه سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله برای از بی‌احتیاطی پرانیدن همخدمتش که در نتیجه باعث مرگ او شد برای 1 سال روانه زندان گشت. یک منبع در دادگاه حربی ختلان گفت علیه سفر محمد باقی‌زاده برای ویران کردن قاعده‌های مناسبت با سلاح پرونده باز شد. قانونگذاری تاجیکستان برای این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. اما با در نظر داشت حالتی از بی‌احتیاطی سر زدن جنایت، دادگاه نسبت این سرباز نیروهای مرزبانی 1 سال زندان مقرر کرد. حادثه هلاکت علی میرزایف 26 ساله آخر ماه سپتامبر رخ داد. مرحوم از ناحیه دیوشتیچ و متهم از ناحیه مسچوه ولایت سوخت بودند. قبلا یک منبع رادیوی آزادی گفته بود سرباز متهم ضمن بازی با یراق دستش ناگهان به سوی همخدمتش علی میرزایف تیر خالی میکند که در نتیجه او در جای حادثه جان میدهد. بنا به یک گزارش ائتلاف ضد شکنجه در دوام 3 سال در تاجیکستان 59 سرباز مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته 11 نفر به هلاکت رسیدند.